زیاد شنیدید که میگن اهل سنت توسل ندارند، زیارت ندارند، ما مرد پرست نیستیم. اما بدونید که اینها سنی نیستند، اینها وهابی هستند. وهابی که در اصل همان یهودیا و اسقاطیلیا هستند. اهل سنت توسل و زیارت رو قبول داره. بریم سراغ یکی از کتب بسیار جالب و معتبر اهل سنت، کتابی که جهانی شد و جاودانه ماند، سخنی که خودشون نوشتن. کتاب المهند علی المفند، کتاب بسیار مشهوری است که در واقع روش نوشته منشور عقاید اجماعی اهل سنت و جماعت. مترجمش هم از علمای اهل سنت است، مولانا عبدالرحمن سربازی. در این کتاب سوال کردند شما در مورد حیات آن حضرت صلی الله علیه و آله در قبر شریفش چه میگویید؟ آیا ایشان از یک نوع حیات مخصوص برخوردار است یا مانند عموم مؤمنان حیاتی برزخی دارد؟ ببینید چه جوابی رو ایشون مطرح کردن، این عالم بزرگ در این کتاب. میگه به عقاید ما و مشایخ ما آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مرقد مطهر خویش زنده است و حیاتش مشابه حیات دنیوی است بدون آنکه مکلف باشد و این نوع حیات مخصوص به آن حضرت و تمام انبیاء علیهم السلام و شهدا می باشد و از نوع حیات برزخی که عامه مسلمانان و بلکه همه مردم را حاصل است نیست. چنانکه علامه سیوطی هم میگه گفتن. در بحث توسل هم نزد ما و مشایخ ما توسل به انبیاء و صلحا، اولیا، شهدا، صدیقان در دعاها چه در حال حیات آنان چه بعد از وفاتشان به این طریق جایز است. توضیح هم دادن که گفته شود پروردگارا من به سوی تو به فلان بزرگوار توسل می کنم که دعایم را مستجاب و حاجتم را براری، یا مشابه این کلمات دیگری بگوید. خب پس اهل سنت توسل دارن، زیارت دارن. این وهابی ها هستن که قبول نمی کنند و گفتیم وهابیت مذهب نیست، یک فرقه دست ساخته اسقاطیلی ها و انگلیسی ها و آمریکایی هاست که برای مبارزه با شیعه و اهل تسنن